استاد یه حالا جمله معروفی رو دارید، عالم عامل عاشق باشیم. من خیلی از این لذت میبرم و همیشه توی کتاب هم نوشتم و با عزتون دارم وام میگیرم تو خیلی جاها میگم. یه توضیح بدید که ما یه مقدار بیشتر اینو لمسش بکنیم، مخاطبین ما بیشتر لمس بکنن. من چند بار این توضیح رو دادم ولی یادم هستش که پدر مدیریت علمی جهان جناب پیتر دراکر و یاد بکنیم به هر حال از بزرگان که من یادم هستش که موقعی که محضر کاتلر رسیدم به عنوان پدر علم بازاریابی جهان و گپ و گفتی رو داشتیم که مثلا دوران شیرینی بود برای من و من واقعا میگم تا اون موقع از نظر علمی شیفته کاتلر بودم و اونجا از نظر اخلاقی و تواضع و سادگی شیفته این بشر شدم که خدایا واقعا اون ضرب المثلی ما داریم که هر چقدر درخت پربارتر میشه سرش میاد پایین‌تر. یکی از بحثایی هم که شد کاتلر هم در چند جایی هم نوشتن که گفتم شما به حق پدر علم بازاریابی جهان هستید. ایشون گفتش که اگر من پدر علم بازاریابی جهان هستم پیتر دراکر پدر بزرگ بازاریابی جهان هست، یعنی ارادت ایشون به پیتر دراکر. و برای من معلم به اصطلاح خیلی 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 کم دانش این خیلی درس بزرگی هست، به محضی که ما یه خورده نام‌آور میشیم، یه ذره مشهور میشیم، دیدید بزرگانمون دیگه تحویل نمیگیریم و یه جاهایی میگیم که من نفر اول هستم و میگم من این آموزه کاتل برام خیلی ارزشمند. پیتر دراکر یه واژه‌ای داشت به نام نالج ورکر. این نالج ورکر خب ترجمه‌های زیادی شده بود ازش، مثلا میگفتن آگاه کاری، دانشمند کاری، از این چیزا. من همون جایی که بالاخره گفتم یه ذره بالاخره شاگرد مهدی سهیلی هم بودم و حس شعر و شاعری، اینو ترجمهش کردم به عالم عامل، نالج ورکر، عالم عامل، کسی که هم میداند و هم دانسته هاش رو اجرا میکنه. چون طبیعی هستش که ما بخونیم. همین امروز صبح یه ویدیوی دیگه من میگرفتم، استاد دیگه داشتیم، اینو عرض کردم، گفتم که ببین چای که به خودی خود چیز خیلی خوبی است، قهوه که به خودی خود چیز خوبی، شیر به خودی خود، قهوه این مایعاتی که ما می‌نوشیم استفاده میکنیم، آب میوه. اما وقتی من تو لیوان میریزمش، درسته، این مثلا اون مصروف رو، اون مایع رو من تشبیه میکنم به دانش و منش بشر رو تشبیه میکنم به اون لیوان. من میگم که اگر من این دانش رو هی زیادش بکنم اما متناسب با اون لیوان بزرگتری به کار نگیرم، منشم رو بزرگ نکنم، همین قهوه، همین شیر سرریز میکنه و حالا عاملی میشه که اون ظرف وجود منو کثیف میکنه. یعنی باعث میشه من به دام غرور برسم و قیافه بگیرم برای دیگران. خیلی خوب، پس عالم عامل یعنی هر چقدر تو داناتر میشی باید پرکارتر بشی، باید خوب کارتر بشی و کتابخونی سیار نباشی، کتابخونی که درش قفله نباشی. خب خیلی از این تجربه به هر حال دوستان استقبال کردن جاهای مختلف، اما بالاخره ما شرقی هستیم و به خصوص ما ایرانی هستیم. ایرانی هم یعنی شور، ایرانی یعنی عشق، ایرانی یعنی حرارت، ایرانی یعنی محبت، یعنی مهر. بعد من با اجازه حالا اون موقع دیگه پیتر دراکر زنده نبود، ولی با اجازه روح پرفتوح ایشون عاشق رو هم بهش اضافه کردم. گفتم الهی که همه ما عالم عامل عاشق باشیم، یعنی دانای با همتی که با تمام دلمون کار میکنیم و میگم یه جوری کار بکن، فرقی نمیکنه تو چی کاره باشی، اصلا پیک موتوری هستی، آبدارچی هستی، ویزیتور هستی، استاد هستی، مدیر هستی، رئیس جمهور هستی، هر چی هستی، یه جوری کار بکن که بگو من این کارو دارم برای عزیزترین افراد زندگیم انجام میدم، اصلا فرقی نمیکنه جلوی من کی باشه، من خدایا به من کمک کن که هر آن چیزی که دارم رو به این مشتریم ارائه بکنم، هر کاری که میتونم براش انجام بدم. یعنی برای من فرق نکنه که من توی کلاس درسی دارم درس میدم که فاطمه و حسین خودم نشستن یا نه دانشجوی دیگه هستن، فرزندان دیگر این به اصطلاح کره خاکی هستن. اگر اینجوری نگاه کنیم ما میشیم عالم عامل عاشق. بعد یادم هستش که دانشجویان عزیز یه چند سال قبل بود، حالا یادم نیست سالش رو، ولی به مناسبت روز معلم به حساب ایشون شاعر بود، یه شعری درست کردن و این
عالم عامل عاشق رو در قالب اون شعر به عنوان کادوی روز معلم دادن و اون شعر هم این هستش که میگه گر بخواهید در این یک دم عمر نیک جویای حقایق باشید و به نزد همه نیکان جهان بس فرازنده و لایق باشید، هدفی ناب بیابید و در راه وصال عالم عامل عاشق باشید. بسیار سپاسگزارم استاد. واقعا دارم لذت میبرم و واقعا دارم شاگردی میکنم. محضرتون سپاسگزارم. سلامت باشید.